بانک مرکزی بزرگترین بنگاهدار خاورمیانه است. یک واقعیته. بانک مرکزی تنها ارگان یا تنها رگولاتوریه که حتی برای خودش رسانه داره. رسانه تخصصی دارد بانک مرکزی. زیرساخت‌های مختلف داره، شرکت‌های مختلف داره و خیلی جاها هم این شرکت‌ها دارن با بخش خصوصی رقابت میکنن. اصل 44 قانون اساسی رو میبرن زیر سوال. موضوع اساسی اینه که ما نمیتوانیم رقابت بکنیم. ما هدفمون اینه که به عنوان یک کسب و کار حوزه اقتصاد دیجیتال زنده بمونیم. بعد از جنگ با توجه به مشکلاتی که برای شرکت‌ها به وجود اومده، با توجه به مشکلاتی که تو حوزه منابع انسانی به وجود اومده و شرکت‌ها واقعاً یکی از دغدغه‌های اساسیشون بحث منابع انسانیه، الان به یه جایگاهی رسیدیم توی کشور که واقعاً هیچ رقابت نمیتونیم بکنیم با هم. حتی کسب و کارها با هم نمیتونن رقابت کنن. از اون رقابتمون شده با دولت، رقابتمون شده با شرکت‌های خصولتی که توی دولت وجود داره، توی رگولاتورهای مختلف به وجود آوردن. و اگر قرار باشه که من یادم یک نامه ما به آقای پزشکیان نوشتیم که آقای پزشکیان کسب و کارهای حوزه پرداخت مردند. انا لله و انا الیه راجعون. کسب و کارهای حوزه پرداخت مردند. یعنی واقعا اگر قرار تو این اقتصاد دیجیتال جایگاهی برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور باشه، باید قانون بهبود محیط کسب و کار رعایت بشه، باید رقابت سالم وجود داشته باشه.